سلام. جی ام سلام. من امیدوارم که صدای منو خوب بشنوین. اینترنت یه ذره واقعا رو هواست. اه، و اگر یک جایی داشت قطع میشد و اینا لطفا بپرید وسط حرفم بگین که این داره قطع میشه. اه، راستش من برناشونم از اون دو نفر. یه ذره وقتمون تنگه در این صحبت که میخوایم بکنیم. و من و آرمین خیلی صحبت کردیم درباره اینکه توی این فرصت چی میخوایم بگیم و اصلا راجع به چیا میشه صحبت کرد. یک دریایی از صحبت ها و اطلاعات و تاپیک های مختلفی بود که حالا ما در بودیم که راجعش حرف بزنیم و خب طبیعتا در این فرصتی که هست فرصت نخواهد شد که همه اینا رو بخوایم کاور کنیم. بنابراین یک نتیجه که حالا ما بهش رسیدیم، مخصوصا با در نظر داشتن اینکه دوستان ریکانکت هم گفتن که احتمالاً یک مقدار خیلی زیادی از مخاطبینی که در این برنامه ها حضور دارن الزاما حالا به اون اصطلاحی که میشه گفت دیجیتال نیتیو شاید نباشن، کاملا اینترنت نیتیو شاید نباشن. و با این اطلاعات ما نتیجه‌ای که بهش رسیدیم این بود که شاید بهتر باشه که ما این فرصت رو به این اختصاص بدیم که به طور خیلی جامع و کلی درباره اصلا همون چیزی که تقریبا در تایتل این تاک هم وجود داره، درباره اصلا اهمیت و جایگاه اینترنت در اصل برای هنر و هنرمندها صحبت بکنیم که یک جورایی هم خودش یک چسبیه برای تمام اون موضوعات جانبی دیگه‌ای که حالا ما می‌خواستیم راجعش صحبت بکنیم و حالا اگر در فرصت‌های بعدی یک موقعیت‌های پیش بیاد قطعا صحبت خواهیم کرد. و همین که خودش به تنهایی یک موضوع خیلی مهمیه که یعنی واقعا نیازه که راجبش صحبت بشه، مخصوصا در فضای فرهنگ و هنر ایران. و توضیحی که من حالا به طور خلاصه این اول میتونم بگم قبل از اینکه حالا آرمین توضیحات تکمیلی و خیلی دقیق‌تر قضیه رو ارائه بکنه، اینه که در این 15 16 سالی که میشه گفتش که اینترنت نسخه دو، اون چیزی که حالا به اسم وب تو مردم راجعش صحبت میکنن، وارد ایران شده. یعنی اون اینترنتی که آدم ها توش میتونن اینتراکشن داشته باشن، میتونین شما بیان اکانت درست کنید در سوشال میدیا ها، در وبلاگ ها، اینا چیز میز بنویسین، کامنت بذارین و یک جورهای ابراز هویت توش انجام بدین. ما به دلیل یک حالا نمیشه گفت کوتاهی در ترجمه، ولی به دلیل یک حالا باگی که در یکی از ترجمه های این قضیه وجود داشت و اونم این بود که ما سوشال میدیا ها و این فضای وب تو رو به اسم فضای مجازی در ایران ترجمه کردیم و ارائه کردیم که این ترجمه شد و ارائه شد. اتفاقی که افتاد این بود که این اصطلاح مجازی که در همون مثلا میگم 15 16 سال پیش تقریبا با زمان روی کار اومدن فیسبوک در فضای فارسی مطرح شد، اتفاقی که ازش افتاد این بود که یک ترکی رو ایجاد کرد، یک فاصله، یک گسلی رو ایجاد کرد بین حالا میشه گفت دنیای واقعی، هویت واقعی و دنیای مجازی، که امروز هم بعد از این همه مدت که دیگه حالا اینترنت یک نقش خیلی مشخص و عمیقی در زندگی روزمره تقریبا همه آدم ها، من فکر میکنم حالا در مقیاس های مختلف داره، هنوز این پیش‌فرضه در ذهن آدم ها وجود داره. و این یک موضوعیه که ما تصمیم گرفتیم با همین حالا راجبش صحبت بکنیم و یک جورهایی تلاش بکنیم در این فرصتی که هست که یک ذره ای این دو طرف این گسل رو در ذهن مخاطب به هم نزدیکتر بکنیم. از این جهت که خب یک گاردی معمولا وجود داره، نه فقط در فضای حالا هنر و فرهنگ، به طور کلی درباره اینکه فعالیت اینترنتی، فعالیت مجازی یک چیز بیهوده مجازیه. یعنی این تایتل مجازی، این صفت مجازی یک نقش تحقیر، یعنی یه چیزیه که اینو دیگرید میکنه، ارزشش رو پایین میاره. و مخصوصا شما وقتی با هنرمندها مثلا صحبت میکنین، خیلی وقتا حالا چه هنرمندای تجسمی ان، چه موزیسین ان، چه فیلم سازن، هر چی هستن، وقتی که شما راجع به فعالیت در اینترنت باهاشون صحبت میکنین یک قبحی داره. این یک جور مثل یک خودفروختگیه که آقا مثلا ما چرا باید بریم تو فضای مجازی فعالیت بکنیم به جای اینکه در فضای واقعی و بین اون جایی که حالا اتفاقات واقعی هنر دارن میفتن فعالیت بکنیم. بعد این یک نگاهیه که خب یک مقدار خیلی زیادی مخصوصا برای هنرمندان مستقل و حالا آرتیست های جوانتر، کسایی که اونقدر شاید فرصت نکردن نتورک کنن، ریشه بدونن توی فضای مثلا حالا میشه گفت اون بدنه اصلی جامعه هنر یا بازار هنر، حالا هر چی که هست، اینا رو عقب نگه داشته. خیلی دلیلش هم اینه که ما واقعا حالا به لطف اینترنت، به لطف مخصوصا سوشال مدیا ها، همین داستان وب تو که راجعش صحبت میکنیم، حالا تو فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، نمیدونم دیسکورد، حتی چند کانال های تلگرامی، هر چی که هست، یک فرصت و یک بستر بسیار بسیار عظیمی رو داریم که اتفاقا علیرغم اون تایتل فضای مجازی که روش وجود داره،
همه آدمای توش آدمای واقعی هستند. یعنی آدم‌هایی که در اینستاگرام میان شما کارهای شما رو نگاه میکنن، در یوتیوب ویدیوهای شما رو نگاه میکنن، در پلتفرم های پادگیر پادکست های شما رو گوش میکنن، یا هر جایی در توییتر با توییت های شما اینتراکت میکنن، آدمن اینا. همشون یک سری آدمن، یک هویت هایی دارن، اون بیرون در دنیای واقعی وجود دارن فعالیت میکنن. و در هم تنیدگی این قضیه های مجازی و واقعی و در اصل میشه گفت اون هویت آنلاین، هویت دیجیتال و هویت واقعی بسیار بسیار عمیق‌تر و مهمتر و مؤثرتر از اون چیزیه که شاید به نظر بیاد. و این یک موضوعیه که میگم ما حالا برنامه‌مون یه ذره صحبتش کنیم و اگر که حالا بتونیم و خوش شانس باشیم قبحش رو یک مقداری بریزونیم، به خاطر اینکه من شخصا خب متوجه این هستم یک الان مخصوصا در این چند سال اخیر یه زیرشاخه کانتنت کریئتوری ایجاد شده که مثل هنر کامرشال یه قبحی داره به هر حال، جوری که یک جور خودفروختگیه. شما هنرتون رو به عنوان کانتنت باید ارائه بدین، به خاطر اینکه الگوریتم ها هستن باید بتونین یک جوری فعالیت کنین، حضور داشته باشین، خودتون رو ابراز کنین که به مزاج اون الگوریتم ها خوش بیاد و بتونین ترند شید و این حرفا. من با اون ساید قضیه خیلی کار ندارم، منم دل خوشی از اون قضیه الگوریتمیک خیلی ندارم راستش. اما به طور کلی یک کانسپتی هست که حالا آرمین بعد از من خیلی مفصل‌تر راجعش صحبت میکنه. یک کانسپتی به وجود اومده در واقع در این چند سال اخیر به اسم آرتیست پلتفرم ها، که این کاملا مدیون فضای اینترنت، مدیون فضای مجازی یا همین سوشال مدیا هاست. و بیشتر مسئلهش در واقع اینه که شما با داشتن، یعنی با هر درجه ای از استقلال و حالا میشه گفت عدم دسترسی به حالا اون نتورک ها، به اون باند های هنری که حالا ما همش راجعش معمولا صحبت میکنیم و یک دنیای تاریکیه و اینا، به این امکان رو برای شما فراهم میکنه، برای هر آرتیستی در هر حوزه‌ای، حالا میگم چه هنر تجسمیه، چه تئاتر، چه نمایش، چه موسیقی، چه هرچی، این امکان رو فراهم میکنه که فارغ از موقعیت جغرافیایی، فارغ از حالا دسترسی میگم به سرمایه، دسترسی به آدم‌های حالا مفید، به اون آدم‌های تاثیرگذار و هسته مثلا مرکزی حالا اون فضاهای هنری یا هرچی، هنرمندها بتونن خودشون رو، هنرشون رو، نگاهشون رو به دنیا، مخصوصا نه حالا الزاما به عنوان هنرمند، به عنوان یک انسان در وهله اول ارائه بکنن. و تازگی ها میبینیم که حتی این مانتایزبل هم شده، یعنی سوای اینکه صرفا یه پورتفولیو و یه شوکیسی باشه، شوریلی باشه، حالا هرچی، از اینکه هنرمندها بخوان آثارشون رو ارائه بکنن، نمایش بدن، مخاطب پیدا کنن، انگیجمنت بگیرن، و که اون خودش هم البته خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه شما از طریقش نتورک میکنین. یعنی الان شما با نهادها حتی اگه بخواین کار کنین، یک مقدار زیادی فوکوسشون روی اینه که در ببینن که چقدر شما مخاطب دارین، چجوری دارین فعالیت میکنین، کیا شما رو دنبال میکنن، شما کیا رو دنبال میکنین و این قضیه ها. ولی سوای اون قضیه نتورکینگ، تازگی ها مانتایز همین قضیه داره میشه، حالا چه از طریق مانتایز شدن توسط مثلا ویو ها و اینجور چیزاست، مثل یوتیوب، مثل اسپاتیفای، مثل حالا میگم پادگیرها و اینها در حالا حوزه های اونطوری، یا حتی الان تازگی ها حتی توییتر مثلا، چه حالا در این نسخه جدیدی از اینترنت که حالا به عنوان وب 3 ازش معمولا یاد میشه، یک جور در واقع مانتایز شدنیه که رسما حالا به لطف یک سری اینتگریشن ها و اون زیرساخت هایی که از طریق مثلا چه میدونم NFT و کریپتو و اینجور چیزا وجود داره، رسما یه جور مانتایز شدن خیلی مستقیم هم توش به وجود اومده. ما میبینیم آرتیست ها، ایرانی ها، خیلی ها حتی دارن هنر میفروشن، رسما آرت ورک میفروشن، نقاشی میفروشن، حالا به صورت NFT، به صورت دیجیتال در فضای اینترنت، در یک مارکت بین‌المللی که در حالت عادی همیشه ما حالا مثلا در ایران به دلایل مختلف، انواع جبر جغرافی و اجتماعی و سیاسی و اینا، این مسئله وجود داشته که دسترسی نداریم به این مارکت ها، به این آدم ها، به این فضاها. و اینترنت خودش به طور کلی و فضای دیجیتال، فضای در واقع وب 2 در وهله اول با باز کردن این درها به روی دنیا و بعد وب 3 با وارد کردن سازوکارهای مالی که حالا شامل داستان NFT ها میشه، شامل داستان کریپتو و پرداخت های در واقع خارج از سیستم های بانکی و همون سیستم های در واقع نهادهای حالا بین‌المللی که شاید ما بهش دسترسی نداشته باشیم میشه،
راه رو خیلی هموار کردن برای خیلی از فعالیت‌ها. حالا من میگم این تاک معنا همین الانم آلردی خیلی پر حرفی کردم، ولی این فرصت اونقدر نیست که ما بخوایم تک تک این موضوعات رو باز کنیم. تنها چیزی که میگم من حالا قبل از اینکه استیج رو به آرمین بدم میخوام روش فوکوس بکنم اینه که این قضیه این فعالیت در فضای اینترنت، اون قبحی که داره، اون حسی که داره که آقا اینترنت جای بیخودیه، جای بچه بازیه، مثلا الکیه، ارزشی نداره و اینا، و اتفاقات واقعی اون بیرون داره میفته و زشته که اصلا مثلا یه هنرمند بیاد فوکوسش رو بذاره روی این که چه می‌دونم در اینستاگرام فعال باشه، در توییتر فعال باشه، یا وبسایت داشته باشه، هرچی. این اون در واقع دیوار اولیه که اون سد اولیه که باید ما بتونیم یه جوری اینو بشکنیم و بتونیم ازش عبور کنیم برای اینکه آرتیست ها بتونن، مخصوصا آرتیست هایی که در ایران هستن و دسترسی های مختلفی به خیلی از میگم نهادها، سرمایه ها، آدم ها، فضاهای هنری و فرهنگی ندارن، بتونن از طریق این حالا پودیومی که وجود داره، این تریبونی که وجود داره، شروع کنن به اینکه آرتشون رو حالا ارائه کنن. حالا بعد ما خیلی میام صحبت های متفاوت درباره اینکه حالا هر شاخه ای از هنر در کدوم قسمت از این قضیه با چه روش هایی الان میتونه فعالیت کنه، حالا میگم چه موسیقیه، چه هنر تجسمی، چه تئاتر، چه هرچی داریم که خب اینجا خیلی شاید الان میگم فرصتش نباشه. ولی حالا درباره این داستان آرتیست پلتفرم ها من مطمئنم که آرمین خیلی توضیحات بیشتری داره، برای من دیگه از اینجا صحبتمو سعی می‌کنم که جمع کنم و آرمین جون بیا اون توضیحات تکمیلی که درباره کلیت این قضیه هست رو تو ارائه کن. مرسی و همین. آرمین. سلام به همگی. خیلی ممنونم که با ما هستین امروز و مرسی برن از توضیحاتی که دادی. من یه دقایقی رو قطع شدم ولی طبیعتا میدونم چیا گفتی و راجع به چیا صحبت شد. من کلیت صحبت امروز به خاطر تایم کمی که دارم مثلا میخوام بذارم روی 2 تا کانسپتی که تو این فضا خیلی مهم شده و الان به بعد احتمالاً اگه نگاه رو آینده داشته باشه خیلی مهمتر میشه. کانسپت به نام کانسپت آرتیست پلتفرم و کانسپت خروج به جامعه یا انتقال به جامعه، در واقع اگزیت تو کامیونیتی. و یه جایی حالا همین اول من معرفی بکنم، یک گالری است به نام سرپنتاین که مدیرش هانس اولریش اوبریسته، یکی از معروف‌ترین کیوریتورهای دنیاست. و این از سال 2020 تلاش کردن که در رابطه با آینده هنر یه سری تحقیقات انجام بدن که تبدیل شده به 4 تا گزارش خیلی کامل که الان اتفاقا فری هم در دسترس هست، شما بخواید خیلی راحت بهش دسترسی پیدا کنین. و یکی از این گزارشات که من صحبت امروزمون رو خیلی روش تمرکز گذاشتم بحث آرت و دیسنترالایز تکه که ما ببینیم که تقاطع این 2 تا مفهوم با هم چه فرصتایی برای هنرمندا، بخصوص هنرمند مستقل، ایجاد کرده. چیزی که بوده همیشه تا دوران اینترنت این بوده که هنرمندان همیشه یک رابطه یکسویه داشتن با مخاطباشون، یعنی هنرمند در جایگاه پیامبر در دنیای هنر قرار می گرفت و بقیه در جایگاه تحسین کننده و این رابطه همیشه به صورت نرمال رابطه یک طرفه بوده و خیلی آرتیست‌ها تلاش کردن در دوران مدرن و معاصر که این رابطه رو دو سویه کنن. خیلی تلاش زیاد هم در این زمینه انجام شده و اتفاقی که در زمینه اینترنت افتاد این فرصت رو ایجاد کرد که این رابطه از یک رابطه یک طرفه کاملا تبدیل بشه به یک رابطه دو سویه و تلاش‌های زیادی هم تو این زمینه انجام شده. مثلا بگیم از یکی از پیشگامان این حوزه که اولین تقریبا نمونه‌های هنر تعاملی مبتنی بر اینترنت بود، مثلا یک پروژه به نام مون که 2 تا آرتیست خیلی مطرح به نام آی وی وی و اولاف الیاسن با هم انجام شدن که یک دامین ساده بود در بستر وب 2 که تصویر یک ماه بود و همه آدم از سراسر دنیا میتونستن وارد این دامین بشن و هر گوشه این ماه که میخواستن تصویر، نوشته و هر مدلی از خلاقیت هنری که میخواستن رو شکل بدن و در نهایت اثر تبدیل میشد به یک فعالیت جمعی همه آدم‌هایی که تو این پروژه مشارکت داشتن و اینجا این نقش هنرمند در مبنای خالق اثر رو تبدیل کرد به یک جایی که هنرمند تبدیل شد به یک بستر که یک بستری برای ارائه یک ایده، مفهوم ایجاد میکنه و مردم خودشون و کامیونیتیشون خودشون تلاش میکنن که اینو گسترش بدن. و داستانی که تو همین گزارشه که من گفتم بهش پرداخته بحث مدل کانسپت آرتیست پلتفرمه که اینجا دیگه هنرمند از
فقط خالق اثر جدا میشه و تبدیل میشه به یک بستر، یک پلتفرم برای اینکه یک فعالیتی، یک ایده، یک مفهومی توسعه پیدا کنه. و مهمترین مسئله در دنیای هنر برای هر هنرمندی اینه که بتونه کامیونیتی خودش رو شکل بده. این موضوع در وب 3 خب خیلی مسئله حیاتی تریه. یعنی معمولا در لحاظ مارکتینگی میگفتن شما ابتدا محصول رو عرضه کنید، بعدا براش مارکتینگ کنید. در وب 3 اینجوری که ابتدا کامیونیتیتون رو ایجاد کنید، بعدا هر چی به این کامیونیتی بده احتمالاً اون کامیونیتی خریدارشه و دریافت کنندشه. واسه این مفهوم کامیونیتی تو وب 3 بسیار مفهوم مهمتری شده و این تو آرت خیلی موضوع اصلیه، به خاطر اینکه شهرت یکی از علائم موفقیت هنرمند بوده همیشه به صورت سنتی، حتی در این فضا. برای آرتیست هایی که بتونن یک کامیونیتی ایجاد بکنن و اتفاقا این رابطه رو بتونن دو سویه کنن، طبیعتا اتفاقات خیلی بهتری براشون اتفاق میفته. و اصلا داستان کانسپت آرتیست پلتفرم به این میپردازه که ما دیگه میخوایم فعالیت خلق و توسعه هنر رو دموکراتیزه کنیم و برسیم اونجایی که ما حالا بحث اینه که نهادها رو کنار بزنیم و خودمون بتونیم یک بستری ایجاد بکنیم که ایده ها به درش شکل بگیره و در اون هنرمند همونقدر ارزش داره که کامیونیتیش و آدمایی که در این پروسه مشارکت میکنن. و حالا یکی از پروژه‌هایی که تو این فضا از نظر من خیلی جذاب بود، اصلا یکی از آرتیستایی که از نظر من خیلی جذابه تو این فضا، خیلی وقتی هم کار نمیکنه، آرتیست به نام پک که آرتیست انونیموسیه که ما نمیدونیم کیه، چند سالشه، مرد زنه و پیشگام خیلی از نوآوری‌ها تو این فضا بوده. یک پروژه داشت به نام مرج که یک مکانیزم اوپن ادیشن بود که اگه خلاصه بخوام بگم به این صورته که شما میتونید ادیشن های مختلف در یک اثر رو ایجاد بکنید و در یک بازه محدود هر تعداد ادیشنی که خریداران خواستن میتونه فروش بره، یعنی سقفش نامحدوده در این بازه‌ای که هست. و این اومد این کار رو انجام داد که یک سری دایره بود و دسته دایره کوچیکی که بهش میگفت مس، که خیلی هم جالب بود که به نام جرم بود، در حالی که اثر هنری که دیجیتال بشه طبیعتا جرمی هم نداره. و هنرمند یعنی آرت کامیونیتی میتونست بیاد اینا رو بخره به قیمت $400، هر تعدادی هم که میخواست میتونست بگیره. و اتفاق جالبی که میافتاد این بود که بعد از اینکه شما این اثر رو میخریدین، هر تعدادی که میخرین در نهایت تبدیل میشد به یک اثر. یعنی یک مکانیزمی رو تعریف کرده بود در قرارداد هوشمند آثار خودش که هر تعداد اثری که میخرین در نهایت تبدیل به یک اثر میشد، انگار که یکی از این اثار بقیه رو میخورد و تبدیل میشد به یک اثر. و ایدهش این بود که اینها در واقع یک اثره و در نهایت هم هر کسی که بخواد این پروژه رو ادامه بده شروع میکنه به خرید بقیه آثار و این در نهایت تبدیل میشه به یک اثر کلی. و اتفاق جالبی که درش افتاده بود این بود که هر کدوم از رنگ ها هم وزن داشتن. یعنی انگار که مثلا رنگ آبی مثلا به نسبت قرمز رنگ مهمتریه، اگه شما یه آبی قرمز می‌خریدین احتمالاً آبی قرمز رو می‌خورد و تبدیل می‌شد به یک چیز بزرگتر. و این یک نمونه‌ایه که هنرمند شروع یک مکانیزمی رو ایجاد میکنه که خود کامیونیتی ادامش میده از اونجا به بعد. و چند تا ویژگی کلیدی داره کانسپت آرتیست پلتفرم. یکیش اینه که خیلی تعامل پذیره، یعنی اثر هنری میتونه هیچ وقت پایان نداشته باشه و شما به عنوان خالق اثر میتونید مکانیزمی درش تعریف بکنید که این تا ابد ادامه پیدا بکنه و به صورت مداوم با مشارکت کامیونیتی تکامل پیدا کنه. حتی اصلا لزومی هم خیلی وقت نداره که حتما کامیونیتی درش دخیل باشه. و اتفاقی که در زمینه وب 3 و NFT افتاده اینه که شما میتونید یک اثر زنده ایجاد کنید روی بلاکچین، به این صورت که مثلا من میخوام یک اثر ایجاد کنم که حتی با داده های آب و هوایی مناطق مختلف هر روز تصویرش تغییر کنه. این با چند خط کد قابل ساختنه. بنابراین شما یک اثری ساختید که دیگه لزومی نداره روش مدیریت بکنید، خودش زندگی و حیات خودش رو ادامه میده. و یک از ویژگی دیگه که کانسپت آرتیست پلتفرم داره اینه که مالکیت مشترک داره. یعنی شما وقتی که یک مفهومی ایجاد میکنید و اینو در خدمت کامیونیتی میذارین، طبیعتا هر فردی مالک یه بخشیشه، توسعه دهنده یه بخشیشه و حتی نتایج غیر قابل پیش بینیه. یعنی اینجا مرز هنرمند و کامیونیتی محو میشه و آدم ها میتونن خودشون درگیر یک پروژه و درگیر یک ایده بشن و اینو جلو ببرن و ارتباط پویا ایجاد میکنه بین هنرمند و مخاطبش. بنابراین دیگه اصلا لزومی نه جایگاه‌هایی دیگه وجود نداره که بگیم ما حتما یک هنرمند داریم، اینجا همه هنرمندن در این پروسه. کمکی که میکنه اینه که حالا موضوعی که من همیشه تاکید داشتم، خیلی هم زیاد با بونو راجع به صحبت کردیم، بحث طراحی مکانیزم در
مدیوم جدید آثار هنری که در این فضا تولید میشه. ما دیگه با هنرمندی که صرفا با بوم سر و کار داشته باشه طرف نیستیم. ما الان با نوع جدیدی هنرمند طرفیم که احتمالاً کد هم میفهمه و به جای اینکه تمرکزش روی تصویر باشه احتمال تمرکزش روی مکانیزمه. یعنی یک مکانیزمی رو طراحی میکنه که اثر هنری از یک جای شروع بشه و یک جای به پایان برسه، شاید هیچ وقت به پایان نرسه. و این طراحی کننده مکانیزم صرفا تا تصویر. بنابراین با ما نسل جدیدی از هنرمند روبرو خواهیم شد که هم هنر رو خیلی بهتر میفهمه، هم کد رو خیلی خوب میفهمه و این دوتا رو که با هم ترکیب بکنه یک مدیوم جدیدی میاد که همین داستان آرتیست پلتفرمه. و در این گزارش یک از چیزهای خیلی مهم دیگه که بهش پرداخته مدل اگزیت تو کامیونیتی یا انتقال به جامعه است. این مدل به این صورته که اصلا کلا تو بیزنس تعریف شده بوده و قبلا میگفتن که اصلا یه وقته یک پروژه سازمان لازم نیست تو دست بنیانگذاران باشه. بنیانگذاران سرمایه‌گذاران میان یک ایده رو ایجاد میکنن و در نهایت اینو منتقلش میکنن به جامعه‌ای که براش میسازن و یک مدلی از تمرکز زداییه که خب طبیعتا بلاکچین و وب3 نویدشون میده که ما میتونیم به یک سمت تمرکز زدایی گسترده‌تر بریم تو این فضا و تلاش هم میکنه که قدرت رو از نهادها خارج بکنه و به یک گروه خیلی بزرگتر انتقال بده که میشه مردم. هدفش هم اینه که در نهایت آرتیست یک ایده رو ایجاد میکنه و بعد از اون مالکیتش و تصمیم گیریش و کنترلش رو به خود کامیونیتی میسپاره. مثل اینکه شما یک بذری رو میکاریم و بقیه رشد کردنش و آب دادنش و بقیهش در دست کامیونیتی که حول اون ایده شکل میگیره. و مهمترین داستان اینجاست که شما بتونید یک کامیونیتی ایجاد بکنید که حول محور ایده‌تون و مفهومی که دوست دارید انتقال بدید شکل بگیره. و الان دیگه هنر به سمت رفته که کلا ما دیگه با استادکار طرف نیستیم، کسی که مهارت در تولید داره، مهارت در نقاشی داره، مهارت در فیلمسازی داره، کسی که بیشتر ایده پردازی میکنه، تلاش میکنه مفاهیم جدید توی یک جامعه گسترش بده و این امکاناتی که این فضا داره به ما میده میتونه که این مفاهیم رو خیلی گسترده تر و بهینه تر انتقال بده. اصلا کلا پیشنهاد میکنم که حتما این گزارش رو بخونید، چون دیگه هنر در آینده نه دیگه یک محصول یک فرآیند اجتماعی، یک فرآیند نوآورانه است و تمام نقش‌های که در دنیای سنتی هنر تعریف شده بود کاملا بازتعریف میشه. نهادها جایگاه خودشون رو دوباره پیدا میکنن. یک بازتعریفی میشه که دیگه نقش کیوریتور چیه، موزه ها چه نقشی دارن این وسط، گالری ها چجوریه و احتمالا یک مقدار زیادی از قدرت از دست نهادهای سنتی خارج میشه و به دست یک گروه های دیگه میرسه که قراره که پروژه هاشون رو به صورت خودگردان جلو ببرن. و طبیعتا این مفهوم هم کلا از یک جایی میاد که حالا من یکی از دوستام چند وقت پیش راجع به مفهوم صحبت که خیلی مفهوم جالبی بهش میگن خرد جمعی و خیلی جالبه. یک نظریه پردازی اولین بار میاد میگه که به آدم‌ها به صورت نرمال یک گاوی رو نشون میده و میگه که خب وزن این گاو رو تخمین بزنیم و خیلی جالبه که هر آدمی با دید شخصی خودش بدون هیچ دیتایی یک نظری داشت و برایند این و میانگین وزنی این نظرات 1 پوند با وزن واقعی گاو فاصله داشت و میگه در نهایت خرد جمعی یا حکمت جمعی باعث میشه که حتی اگه گروه‌های شخصی تخصص خاصی هم تو یک زمینه نداشته باشن، در نهایت تخمینشون یا قیاسی که میکنن احتمالاً به واقعیت خیلی خیلی نزدیکه. حالا من بیشتر صحبت‌ها رو کردم تو این فرصت کم، ولی خب در نهایت میخوام به اینجا برسم که ما الان ویژگی‌های صحبت‌هایی که کردیم در نهایت به اینجا میرسیم که هنرمند دیگه فقط جهت‌دهی میکنه یک فعالیتی رو و یک بذری رو میکاره که در نهایت گسترش پیدا میکنه و ما به یک اقتصاد شبکه‌ای میرسیم و به این صورته که ارزش فقط از طریق هنرمند منتقل نمیشه بلکه از توسط یک حلقه گسترده‌تری از افراد شکل میگیره و اشتراک پیدا میکنه و این موضوع خیلی به اون ایدئال هایی که هنرمندا بهش اعتقاد داشتن خیلی تلاش میکردن در دوران مدرن و معاصر خیلی نزدیکتره که ما نقش نهادها رو کم رنگ‌تر کنیم و نقش مردم رو در فرایند خلق و توسعه هنر جدی‌تر بگیریم. و در نهایت پیشنهاد میکنم که حتما این گزارشات رو بخونید، چون فکر میکنم که ما تا الان هر چی راجع به تاریخ هنر میخونیم یک بخشش اینه که نگاه به گذشته داره و الان فکر میکنم جایی هستیم که باید یک مقدار نگاه به آینده داشته باشیم و از الان خودمون رو برای
اتفاقاتی که در آینده میفته آماده بکنیم و به خصوص در فضایی که فناوری داره به ما یه همچین امکانات بزرگی رو میده که شما خود قید و بندهای سنتی جامعه دنیای هنر، مارکت هنر جدا بکنید، خیلی خوبه که ما یک نگاه رو به آینده داشته باشیم و از الان یک سری فعالیت‌ها خیلی مهمی در این زمینه انجام بدیم، چون دیگه مرزهای جغرافیایی، مرزهای زبانی و مرزهای فرهنگی داره برداشته میشه و ما میتونیم با یک بخش بزرگ از جامعه مواجه بشیم و ایده های خودمون رو، هدف های خودمون رو گسترش بدیم. ممنون از همگی. ممنون آرمین جان، ممنون برنا جان. بر پرسش و پاسخ آماده بشیم. اگر سوالی دارین دستتون رو میتونیم بالا بگیم، به ترتیب سوالاتون رو بپرسیم و میتونین توی باکس بغل هم سوالاتون رو بنویسیم، من میتونم بخونم براتون. یه سوالی که توی لینک نوشته بودن این بودش که میشه که لینک مقاله رو برامون بذارین اگر امکانش هست؟ حتما براتون میفرستم، اگه بشه همینجا الان براتون به اشتراک میذارم. حتما. ممنون. هنرمندان نمایشی هم توی این فضا میتونه نقشی فعالیتی داشته باشه؟ من فکر میکنم با اونم خیلی خوب میتونه به این پرسش پاسخ بده، ولی به نظر من که همه فرم‌های هنری در این فضا قابلیت توسعه دارن، به خصوص با AI و فناوری که ایجاد شده در حوزه هوش مصنوعی خیلی اتفاقات بزرگی رخ میده، به خصوص برای هنرهای نمایشی، پرفورمنس آرت و بقیه، به خاطر اینکه میتونن هر کسی میتونه با چند کلیک یک فرمی از اجرا رو پیاده بکنه و در فضای مختلف اجرا بکنه. منم یه چیز خیلی حالات کلی تری می‌خواستم اینجا بگم، اون بود که حالات الان صحبت‌های آرمین یه ذره خیلی تخصصی داشت میشد توی حالا حوزه هایی که مربوط به مثلا وب 3. من به طور کلی چه چیزی که حالا میخواستم بگم که یک پله قبل از اینه که حالا اصلا هنرمند چه هیته‌ای به طور کلی اصلا هنرمند، یا اصلا حتی هنرمند هم نه، هر آدمی که بالاخره یک حرفی واسه گفتن داره، یک چیزی داره که میخواد ابراز کنه، مسئله اینه که در واقع در اون چیزی که در تایتل هم هست که داستان نقش هنر و هنرمند در فضای دیجیتال، اینه که ما در فضای فیزیکال هزار مانع سر راهمون داریم. حالا این موانع از منابع اقتصادی و مالی، از جا و مکان و جغرافیاست، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، یه مقدار خیلی زیادی شخصی، هنرمند خیلی جوونه، جدیش نمیگیرن، مسائل جنسیتیه، مسائل چه میدونم مذهبی، هر چی که هست، هزار موضوع وجود داره، طرف اصلا رو نداره بره صحبت کنه یه جایی یا هر چی. تمام این تمام که نمیشه گفت، اکثریت، ولی این موانع به لطف اینترنت و به لطف اون چه که حالا هویت دیجیتال میشه اسمش رو گذاشت، قابل در واقع ترفیعه. مسئله ای که من حالا بیشتر میگم میخواستم روش فوکوس کنم در وهله اول اصلا این بود، قبل از اینکه اصلا بخوایم به NFT فکر کنیم یا به این، چون من این تایتل داستان NFT رو دارم، هر وقت یک کانورسیشن رو باز میکنم همه فکر کنم تهش یه جایی این میخواد این طرف NFT رو به ما غالب کنه، ولی مسئله من بیشتر اینه که آقا کلا تمام این محدودیت هایی که ما داریم در فضای فیزیکی خودمون، حالا میگم مدل های مختلف، به لطف اینترنت قابل ترفیع کردنه و مهم اینه که هنرمند بتونه اول در وهله اول خودش رو در اون فضای آزاد ابراز بکنه، گوشه‌ای که باهاش ارتباط برقرار میکنه رو پیدا بکنه، بعد از اونجا این موقعیت ها فراهم میشه، تئاتریا همدیگه رو پیدا میکنن، نهادهایی که تئاتریا براشون جالبن تئاتریا رو پیدا میکنن. حالا تئاتری رو من چون نیما مثال زد دارم میگم، ولی به طور کلی میگم من فوکوسم توی این قضیه بیشتر این بود که میگم قبح فعالیت آنلاین بریزه، به خاطر اینکه فعالیت آنلاین حتی مخصوصا خیلی وقتا به صورت انانیموس، یعنی شما حتی لازم نیست سنتون، اسمتون، جنسیتتون، محل زندگیتون و هیچ کدوم از اینا رو توی اون هویت وارد بکنید. تمام اون چیزهایی که فکر میکنین شما رو ممکنه چند قدم به عقب بفرسته یا جلوی پیشرفتتون رو گرفته باشه رو میتونین از توی اون هویت حذف کنین و هر آنچه که واقعا به طور خالص حرفی دارین که میخواین به دنیا ابراز کنین رو توی این فضا ابراز کنین. حالا لازم نیست حتما NFTش کنین، فقط ابرازش بکنین، جاش رو احتمالاً پیدا میکنه. من بیشتر حالا مثلا این بود. مرسی. نیما در ادامه پرسیده آیا پلتفرمی وجود داره که بشناسین در مورد پرفورمنس مخصوصا؟ پلتفرم میشناسید ما آرمین در حوزه پرفورمنس؟ من یه چیزی که در حوزه پرفورمنس فقط میدونم اینه که حالا این خودش یه دریایی از اطلاعات رو باز میکنه که باز میگم اینجا تا فرصت صحبتش نیست، ولی
با همین سازوکارهای وب 3 که آرمین داشت میگفت و مخصوصا داستان آرتیست پلتفرم ها، یه سیستمی وجود داره اصطلاحاً بهش میگن توکن گیتینگ. یعنی شما به لطف حالا NFT ها میتونید در واقع یک سیستم مثل عضویتی ایجاد بکنین، باشگاه‌های عضویتی ایجاد بکنین، چیزی که در واقع ذات همه اون چیزی که حالا مردم از NFT ها میدونن، اون نمیدونم کریپتو پانک ها و میمونا و اینا، اونا هم یه همچین کلیتیه. یعنی یک سری باشگاه‌های عضویتی هستند که کسایی که اون توکن ها رو دارن دسترسی پیدا میکنن به یک چیزهایی، به یک امکاناتی. حالا این امکانات میتونه آنلاین باشه، میتونه فیزیکال باشه، دسترسی به یک مثلا کلاب باشه، دسترسی به یک ایونت باشه. بعد خب این منطق در حوزه نمایش بسیار قابل جستجو کردن و کنجکاوی کردنه، به خاطر اینکه گروه های هنری، گروه های تئاتر، پرفورمنس میتونن از این سیستم استفاده کنن، بیان سیستم های عضویتی مثل فن کلاب ها و یه جور حالا کلاب های خیلی خصوصی درست بکنن که این امکان رو میده به مخاطبینشون که بتونن از محتوای اونها به طور اکسکلوسیو استفاده بکنن در درجات مختلفی و آورده های مالی هم داشته باشه. به خاطر اینکه اینجوریه که فقط کسایی که فلان بلیت رو حالا دارن در قالب یک NFT مثلا دسترسی دارن به محتوای این گروه نمایش یا به آرشیو این گروه نمایش، و از این بلیت ها هم فقط 100 تاست و این 100 تا باید بین آدم ها شروع کنه به گردش، به خرید و فروش شدن و یه اقتصادی رو، همونجوری که آرمین داشت مثلا در مثلا پروژه مثلا مرج صحبتشون می‌کرد، یه اقتصادی رو بین مخاطبین حتی ایجاد بکنه که این یک چیزیه که چندین بار اکسپلور شده. البته مرسی. منم یه چیزی راجع به این موضوع بگم اینه که الان در این فضا تا کور صحبت ما این بود که شما دیگه لازم نیست یک پلتفرم خیلی خاص برای توسعه یک فرم هنری داشته باشید. شما میتونید در تمام پلتفرم‌هایی که موجوده این فعالیت گسترش به هر شکلی که فکر می‌کنید، میخواد از ضبط ویدیو باشه، میخواد که تبدیلش کردن به انیمیشن باشه، میخواد که ای آی باشه، هر مدل دیگه‌ای. و ما دیگه نیازی نداریم که یک نهاد خیلی مستقری باشه که فقط روی یک فرم هنری کار بکنه. حتی خودتون میتونید نهاد باشید. این اگر فکر میکنید که میتونید یه همچین فعالیتی توسعه بدید، میتونید یک بستری آماده بکنید که نه تنها شما بلکه بقیه هنرمندایی که در پرفورمنس کار میکنن وارد این فضا بشن و آثار خودشون با بقیه به اشتراک بذارن. ما دیگه در فضایی هستیم که یک پلتفرم دیگه معنی نداره، یک گالری دیگه معنی نداره. شما در یک دنیای بزرگ که هر جایی میتونید آثار خودتون رو بذارید و گسترش بدید. و یک پلتفرمایی که خیلی خوبه که حتما بهش بپردازید، یک پلتفرمی هست به نام منیفولد، ولی برنا خیلی بهتر میتونه توضیحش بده، که یک جایی که شما میتونید اسمارت کانترکت خودتون ایجاد بکنید. با چند تا کلیدی که ساده میتونید اصلا آثار هنری خودتون رو اونجا تبدیل به NFT بکنید، مکانیزمایی که میخواید توش تعریف بکنید و اینو در اختیار بقیه قرار بدید. و اینجا دیگه این کانترکت در اختیار شماست و دیگه هیچ نهادی، هیچ قدرتی روش تسلطی نداره و طبیعتاً فارغ از تمام قید و بندهای موجود تو این فضاست. ممنونم. من به ترتیب میام، یه سری هم برام جواب دادم ولی باز به ترتیب میام. خاصیت زنده بودن و حضور جمعی موضوع حیاتی از در حوزه هنرهای اجرایی. راهکار یا نمونه موردی هست که جواب داده باشه به این نیاز؟ من فکر می‌کنم همین توضیحی که الان آرمینم داشت میداد تقریبا نزدیک به این قضیه دیگه. یعنی یه مقدار زیادی از این حوزه در دوره پاندمی، در دوره کووید اکسپلور شده، به خاطر اینکه خب فضاهای فیزیکی بسته بودن. این بستر حالا به واسطه استریم کردن، به واسطه پخش یوتیوب یا هر چی، یه مقداری بررسی شده و اینتراکشن های حالا مخاطب آرتیست هم توش وجود داشته. ولی اگه مسئله اون قسمت هابی که هنرمندها توش حالا دارن فعالیت میکنن، چه با هم نتورک میکنن، چه دارن هنرشون رو به هم ارائه میکنن و حالا از طریقش با هم کانکت میشن، باز همین داستان کلابی که من داشتم میگفتم که به واسطه این حالا داستان توکن گیتینگ یا همون بلیت های دیجیتال در واقع داشتن قابل دسترسی میشه، یک دریایی از این امکانات رو فراهم میکنه که هنوز خیلی اول نوپاس، کلا شاید 4-5 ساله یه همچین تکنولوژی داره توی این عرصه مورد بررسی و ماجراجویی قرار میگیره. همین که ولی خب تو همین مدت هم میبینیم که در عرصه‌های مختلف این کار رو دارن انجام، یعنی اینفراستراکچرش وجود داره و این امکان فراهم، مخصوصا به خاطر اینکه در حوزه گلوبال هم هست و همه از همه جای دنیا میتونن تو شرکت کنن، محدود به مثلا یه تماشاخانه صرفاً یا مثلا یه صحن تئاتر شهر مثلا نیست.
مرسی. نیما داریوش راد گفته خیلی پلتفرم ها بر اساس مدیوم دسته‌بندی نمیشن و تنها استثنا جنراتیو هست. مرضیه افشاریان: من ممنون میشم اگه یکم بیشتر راجع به مرزهایی که اشاره کردین داره برداشته میشه توضیح بدیم. متوجه ابعاد هویتی که میتونه پنهان بمونه هستم، اما آیا تا حالا مواجه شدید با پروژه‌ای که احساس کنید اتفاقا مرزبندی‌هایی از جمله نژاد به این ساختارها راه پیدا کرده؟ مثلا وقتی بحث سودآوری و اقتصادش پیش میاد، اینکه سرور اون پلتفرم ها کجاست و غیره. ببخشید طبیعتا طولت که این اتفاق میفته و داستان من اینجا تمرکز رو میذارم از وب 2 خارج میشه وارد وب 3 میشم که اصلا بگیم چرا وب 3 به این قضیه کمک میکنه. یک داستان اینه که بله احتمال داره که خیلی اتفاقات نجات پرستانه، خیلی اتفاقات شنیع‌تر اتفاقا رخ بده، ولی موضوع اینجاست که بلاکچین اینو میگه که شما مقاوم در برابر سانسورین، بنابراین همه حرفا میتونه زده بشه، شنیده بشه، ساخته بشه و کسی نمیتونه اینو سانسور بکنه، چون یک خرد جمعی میگه که یک سری حرفا نباید زده بشه و این اتفاق ممکن رخ بده. فقط داستانی که اینجا مهمه بحث همون کامیونیتی که میگم، طبیعتاً ایده هایی که رشد پیدا میکنه نیاز به یک جامعه‌ای داره که اینها رو گسترش بدن و در فضایی که سانسور نباشه اتفاقا یه همچین اتفاقاتی خودش رو کمرنگ میکنه. به جای که ما تلاش کنیم باش مبارزه بکنیم، سانسورش بکنیم، محوش بکنیم، در جامعه گسترده شنیده نمیشه، به خاطر اینکه طبیعتا موضوعاتیه که خرد جمعی حکم مبناش اینه که این موضوعات شنیعه، موضوعاتی که نباید بهش پرداخته بشه، نجات پرستی نباید توی کار باشه و تا مرزی که داره برداشت میشه واسه اینه که شما همونجوری که برناگو شما میتونید انونیموس یا سودونیموس یا هر مدل دیگه‌ای فعالیت بکنید توی این فضا و کسی نمیتونه شما رو سانسور بکنه. حالا داریوش هم اشاره میکنه به جز اوپن سی که طبیعتا پلتفرمایی که میان طبیعتا میتونن یک مقداری از سانسور رو ایجاد بکنن، ولی هیچ چیز روی خود بلاکچین قابلیت سانسور نداره و بنابراین شما یک فضایی طرفین که اتفاقا همه حرفا میتونه شنیده بشه، بستگی داره که چقدر حرفتون رو بلند بزنید. و راجع که سرورها کجاست و این اتفاقات موضوعی که در زمینه بلاکچین اتفاقا ما هیچ نگرانی نداریم، بخاطر اینکه آثار به دو دسته احتمالاً تا جایی که این فضا پیچ رفت ذخیره میشن. یکیش اینه که آنچین، یعنی مستقیما روی بلاک‌های بلاکچین ذخیره میشه که این به هیچ عنوان قابل تغییر نیست و شما میدونید که روی این بلاکچین مثلا اثر شما، اسم کانترکت شما ثبت شده. یک کاراش اینه که در یک سرورهای مثل کلاود ولی به صورت دیسنترالایز ذخیره بشه مثل IPFS که اون هم یک مالکیت غیر متمرکز داره. بنابراین شما نگرانی نیست که الان سروری که دارید آثار تو به اشتراک میذارید مثلا در اختیار جایی باشه. طبیعتا با سوشال مدیایی که الان توی وب تو داریم مثل اینستاگرام این مشکل هست، ولی ما داریم به سمتی میریم که اتفاقا سوشال مدیاهای مبتنی بر وب 3 جایی که تمام محتوا مالکیتش هم در اختیار خودتونه، داده ها هم در اختیار خودتونه مواجهیم و چند تا نمونه خیلی بزرگ داریم که داره این فضا رو جلو میبره که حالا میدونم برنا خیلی بهتر میتونه بهش اشاره بکنه. ممنون. ما یه زمانمون کمه برنا جون، اگر میشه مختصر توضیحتون رو بدیم. من حالا خیلی فقط در حد مثلا 2 تا جمله بخوام بگم، اونم اینه که این چیزی که این خانم گفته بودن حرف خیلی درستیه. یعنی این دغدغه وجود داره که خب ممکنه این به سمت‌های عجیبی بره، ولی دقیقاً با همون توضیحی که آرمین داد وقتی که یعنی منطق بر اینه که وقتی که شما این سیستم رو باز میکنین و اصطلاحاً این سیستم پرمیشن لسه، یعنی کسی نیاز به اجازه کسی نداره برای اینکه توش فعالیت کنه، قاعدتاً خوبها بعدها رو نهایتاً یعنی زورشون میچربه به اون بعدها و این چیزها حذف میشه و نهایتاً اینکه آدم‌ها میتونن فارغ از حالا هم میگم همه اون محدودیت هایی که دارن خودشون رو ابراز بکنن، یه مقداری نیاز به اینکه بخوان اصلا وارد یه حوزه خیلی میشه گفت مثلا نفرت پراکنی بشن هم کمتر میشه، به خاطر اینکه اون چیزهای اون موانعی که اینها رو نیازمند میکنه که بخوان اصلا به یک گروهی نفرت پراکنی بکنن وجود نداره، چون اون گروه اونجا تعریف شده نیست و همه دارن با مسائل دیگه فارغ از جنسیت، نمیدونم نژاد و چیز جغرافیایی و اینجور چیزا کار میکنن. متشکرم. مرسی. ممنون از همگی. ببخشید اگه سوالی مونده که جواب نتونستیم بدیم. خسته نباشی. برنا جان ممنونم. آرمین جان ممنونم. متشکرم از همگی که
مکاتب برنامه بودیم.